سلام علیکم مردم شریف تاجیکستان، امیدوارم خوب است. یه هفته پیش در افیرام گفته بودم که برای چی امروز بنا مخالفی ما خپ است. اینا برای او بلاگرایی که این روزا کنکورس گذرانده‌اند. ده ها هزار مردم مهاجر را فان کرده‌اند. امروز حسین اشور گفته که یوسف فایوبا خشوک بفهمونین. او یوریسته کو یوریستی چسنی است کو او آدمایی که حسین اشور گفته که او آدمایی که این روزا مردم از دید حکومت کرده‌اند ما پکا دستگیریشون میکنیم. نه نهضت نه گروپ های بسیار ایمینا زیدی او بلاگرایی که کنکورس میزگرانه ما گپ نمیزنیم. نبرات حسین اشور گفته که ما دستگیریش میکنیم. او آدمی که امروزا مردم مهاجر را فان کرده‌اند. حسین اشور یکم خودت مردم مهاجر را فان کرده‌ای و دیگه یک کلون دارین که محمد اقبال صدردین. من میدونم کریشای او بلاگرایی که کنکورس میزگرانند ایمینا شما هستین گروپ های بسیار اکستریمیستا. من کار کردم با فکت دلیر ایشون میدیم. نو پگامو افیر دایم من چخیل که گفته بودم کاری که من سر کردم توخیرش هم میرم. من خوشحال میدونم. زنده باشین دوستان عزیز. سوق سالمان برام براسم جامده سر افیر دایم با یک بلاگر دیگه یک بیوزن 50,000 سومان دفعه کرده است. زنده باشین.